خوش اومدین به یه ویدیو یوتیوب دیگه با من. و از اونجایی که من خیلی تازه کارم توی این فضا، دفعه پیش که ویدیو رو گذاشتم تازه فهمیدم که برای یوتیوب نباید دوربین عمودی باشه و به این مدل اصلا من عادت ندارم. اگه دیدین وسطای ویدیو یه چشم این ور داره نگاه میکنه یه چشم این ور، چپ نیست، واقعا نمیتونم تمرکز کنم. خب بریم در مورد موضوع اصلی صحبت بکنیم که عمل هضم عینکم بود و از اولش هر چیزی که لازمه بدونید، پروسه عمل چجوریه، قبلش باید چه کاری انجام بدین، اصلا خوب هست انجام این عمل یا نه و اینکه هزینه‌اش چقدر و هر چیزی که لازمه که بدونید و من تو این ویدیو بهتون میگم. چون قبل از اینکه عمل کنم خودم خیلی دنبال یکی بودم که کامل اینا رو برام توضیح بده. ویدیوهای زیادی رو پیدا کردم ولی همه مثلا اون چیزی که من می‌خواستم رو نگفته بودن. یکی یه موردش رو گفته بود، یکی یه مورد دیگه. ولی خب خیلی تحقیق کردم چون به هر حال برای کسایی که مثلا من استرسیان انتخاب ساده‌ای نیست. از اول شروع میکنم که اصلا نمره چشم چقدر بوده. اولا که من از دوم راهنمای عینکی شدم، البته با آرزوی خیلی زیاد برای عینکی شدم. من عاشق این بودم که یه روزی عینکی بشم و خدا دعای منو مستجاب کرد. 6 ماه برام خیلی لذت بخش بود. عینک تازه بود و حالا احساس می‌کنم یه اکسسوریه دارم استفادهش میکنم، ولی از 6 ماه بعد دیگه نمیتونستم عینک رو تحمل کنم و همین باعث شده بود که خب اکثر وقتا نزنم عینک و چشام اذیت بشه. و میتونم بهتون بگم من تو دانشگاه کلی آدم به خاطر همین موضوع با من مشکل پیدا کردن. چرا؟ چون فکر می‌کردن که مثلا من دارم کنارشون رد میشم و دیدمشون رو سلام نکردم، در صورتی که من واقعا دیگه نمیدیدم به خاطر اینکه چشام آستیگمات، با اینکه زیاد ضعیفی نداره ولی آستیگماتیش باعث شده که خیلی دید منو تار میکرد. فکر میکنم اصلا دید من 2 از 10 بود حالا طبق اون معاینه که انجام دادن، ولی نمره چشام اگه بخوام بهتون بگم یکی 2 در کل، یکی هم 2.25، ولی ضعیفیش یعنی دوربینیم یکی نیم، یکی 25 و بقیهش آستیگمات. حالا اونا که آستیگمات هم میدونن که چقدر دید متفاوته با کسایی که حالا فقط دوربین یا نزدیک بینن. این از این که من بیشترم آستیگمات بود و خیلی مشکل پیدا کرده بودم واقعا. مثلا باشگاه که میرفتم خب من خیلی جاها عینک نمیزدم. من فقط موقعی که داشتم کار میکردم با لپتاپ یا مثلا فیلم میخواستم نگاه کنم یا درس بخونم از عینک استفاده میکردم. فضای بیرون حتی اگه میخواستم این کار رو بکنم نمیزدم عینک، چون واقعا برام آزاردهنده بود. ولی فکر کنید من از دوم راهنمایی تا الان چند سال میشه همین جوری این موضوع رو ادامه دادم. چرا؟ چون ترس داشتم از عمل کردن. چند تا از دوستان وقتی که حالا اوایل دانشگاه بودم عمل کردن، خیلی راضی بودن و اینا، ولی من فوبیا داشتم. من حتی مثلا وقتی می‌خواستم من میکاپ کنم، میکاپ آرتیست این بیوتی بلندر رو میزد پشت چشم، من چشمو نمیتونستم نگه دارم، در این حد چشای من ترسوه. برای همین فکر می‌کردم خب پروسه دردناکیه، فکر می‌کردم من نمیتونم همکاری کنم و اینا، کلا بیخیال شدم تا اخیراً که موضوع مطب پیش اومد و من چون توی بیمارستان موقع کار کردن خیلی اذیت می‌شدم. مثلا وقتی می‌خواستم بخیه بزنم این عینک خیلی اذیتم می‌کرد و یا بعضی وقتا خب من همیشه که عینک نمی‌زدم، مثلا یه زایمان فوری پیش میومد من بعد میدویدم میرفتم دنبال عینکم میگشتم. یعنی کلا آزار و اذیت زیاد داشتم توی کار و کلا هم یه موضوعی که بهتون بگم، حالا نمیدونم واسه شما هم اینجوریه یا نه، ولی من به شدت تمرکزم پایین بود و الان فهمیدم، الان که عمل کردم الان فهمیدم این عدم تمرکز به خاطر ندیدن بود. یعنی کلا نمیتونستم مثلا خیلی اطرافم و حواسم بهش باشه یا مثلا روی موضوعی تمرکز کنم، ولی الان احساس میکنم خیلی تغییر کردم. حالا دردم بهتون میگم که چجوری. تا کجا گفتم بهتون؟ تا اینکه چند وقت پیش موضوع مطب پیش اومد و من تصمیم گرفتم که الان وقتشه. یعنی اگه الان نتونم این ترس رو کنار بذارم دیگه هیچ وقت نمیتونم. برای همین رفتم تهران برای معاینه. حالا نمیدونم خیلیاتون شاید بدونید ولی من گرگان زندگی میکنم، اونا که نمیدونم الان دیگه میدونن. و خب یکی از دوستام اخیراً کلینیک نور تهران عمل کرده بود و خیلی راضی بود. البته اون با تکنیک اسمایل عمل کرده بود، یه عمل خیلی سبک، روش جدیدتریه و انقدر که تعریف کرد، مثلا من اومدم بیرون غروبش با دوستم رفتم خرید دیگه، من دلو زدم به دریا و زنگ زدم واسه معاینه، خوشحال که من قراره این روش جدید اسمایل رو انجام بدم و مثلا همین دوستم خیلی راحت از عهده‌اش بر بیام و چیزی نیستش که از غروبش آدم میتونه بره بیرون. دیگه اینجوری شد که من تصمیم گرفتم عمل کنم، یعنی برم برای معاینه. رفتم برای معاینه، حتی فکر کنید توی راه انقدر که مطمئن بودم من قرار اسمایل انجام بدم، توی راه
زنگ زدم به کلینیک که من اگه بخوام همون روز معاینم عمل کنم چجوریه، میتونم یا نه. یعنی انقدر مطمئن بودم که من با همین تکنیک ناناس اسمایل قرار عمل کنم و خیلی همه چی راحت و اوکی باشه. خب چه کاریه که دوباره این همه رو بیام تا تهران و اینا، بذار همین یه بار که اومدم عملم انجام بدم. که منشی گفت اولا که باید اول نوع حالا عملی که برات مناسب برای دکتر تشخیص بده، دوما که یه قطره توی معاینه استفاده میشه که تا 2 روز نمیشه عمل کرد، یعنی اگه بخوای عملا بکنی 2 روز بعدشه. که خب من رفتم واسه معاینه اینجوری که حالا یه ساختمونه، البته 2 تا بیمار، من کلینیک نور اسفندیار عمل کردم، فکر می‌کنم یه کلینیک نور یه جای دیگه تهران هم هست، ولی من شعبه اسفندیار عمل کردم. نمیدونم مثلا با اون شعبه دیگه ربطی به هم دارن یا نه، ولی خب من که دوستام که همینجا عمل کرده بود آدرس حالا اینجا رو بهم داد و دکتری که عمل کرده بود که من می‌خواستم با همون عمل کنم، با همون نوبت گرفتم و رفتم اینجا. اینو می‌خواستم بگم، کلینیک معایناتش با خود بیمارستان نور یه کمی فاصله دارن، چند متری فاصله دارن که برای معاینه باید بره کلینیکش. من با دکترم وقت گرفته بودم. اینم بهتون بگم که توی کلینیک نور خب اکثر دکتراش، یعنی تا جایی که من میدونم همه دکتراش فوق‌العاده‌ان و علاوه بر اون دستگاه‌ها خیلی بروزه تا جایی که من میدونم. و من علت انتخاب اونجا علاوه بر اینکه حالا دوستام عمل کرده بودن اونجا راضی بودن، این بود که مطمئن بودم که دستگاه‌هاشون بروزه. و خب اینجوری نیستش که مثلا یکی که عمل پیارکی که عمل قدیمی قرار انجام بده بیان از دستگاهی که همون موقع‌ها خریدن استفاده کنن، دستگاهشون رو آپدیت میکنن و خب این برای من خیلی مهم بود که دستگاه‌ها آپدیت شده باشه و فکر می‌کردم که تکنیک اسمایل رو اینجا بیشتر انجام دادن و منم که قرار بود اون انجام بدم رفتم اونجا. در مورد هزینه معاینه 1,800 بود حدوداً اگه اشتباه نکنم و پروسه معاینه اینجوری بود که خب اولش یه عکس رنگی از چشم می‌گرفتن، یه حالا خانم فکر کنم اپتیمتریست بود فکر می‌کنم، عکس رنگی گرفتن از چشم. بعد از اون اپتیمتریست اومد نمره چشمو تعیین کرد، حتما عینکتون باید همراهتون باشه. حالا اونا که عینک میزنن دائما که همراهشونه، ولی کسی مثل من که نمیزنن ممکنه فراموش کنن، برای همین یادتون باشه که باید ببرین با خودتون. اونجا میان نمره چشمتو دوباره تعیین میکنن و اینا. میری یه قطره توی چشت میریزن، یه قطره توی چشت میریزن، میگن 10 دقیقه بعد صبر کنی و دوباره بیای یه قطره دیگه بریزی. اون قطره دومی که میریزی اونو بعد باز 20 دقیقه صبر کنی، دوباره میری پیش اپتیمتریست و دوباره حالا چشتو نگاه میکنه و مرحله آخر بعد این میری پیش دکتر که اونم چشتو نگاه کنه و بگه عمل مناسب چیه. وقتی که حالا این کار رو انجام دادم رفتم پیش دکتر، من نمیدونم چون انقدر مطمئن بودم که من چشم مشکلی نداره و اینا، در موردش خونده بودم که مثلا هر عملی مناسب هر فردی نیست، مثلا ضخامت قرنیه اگه کم باشه نمیتونین عملای پیشرفته مثل اسمایل پرو، فمتولیزیک و اینا رو انجام بدی. اینا رو میدونستم ولی نمیدونم چرا فکر میکردم ضخامت قرنیه من اوکیه. رفتم تو دکتر، دید گفتش که آره عالیه میتونی پیارکی انجام بدی. یعنی اینو که گفت من در مورد گفتم همه روش‌ها تحقیق کرده بودم و میدونستم که پیارکی خیلی فرق میکنه با اون عملای دیگه. یه عمل قدیمی تره، نقاهتش طولانی تره، قرار نیست انقدر ناناس بری برگردی. منم که فوبیایی و استرسی و اینا دیگه هیچی، انگار که اصلا یهو خورد تو ذوقم، حتی بغض کرده بودم، اشکم در اومد. گفتم چرا من نمیتونم اسمایل عمل کنم؟ گفتش که به 1001 دلیل. و بعدش من متوجه شدم اولا که من چشام آستیگماته، چشایی که آستیگماتش انقدر بالاست نمیتونن عملای دیگه مثل اسمایل انجام بدن و دوم اینکه من ضخامت قرنیم فکر می‌کنم حدود 490 بود و باید بالاتر از 520 فکر می‌کنم ضخامت قرنیت باشه که بتونی عمل کنی، یعنی با تکنیک‌های دیگه بتونی عمل کنی که مال من ضخامتم هم کم بود، آستیگماتم بودم و به این دلایل نمیتونستم که چیز کنم. اینجوری بود که من اومدم پیش، یعنی انقدر که پشیمون شده بودم بهم گفتن که بعد بری طبقه آخر که وقت عملتو بگیری توضیحات عملو بهت بدن، ولی من انقدر که پشیمون شده بودم از انجام این کار رفتم دوباره پیش اپتیمتریست، گفتم میتونی نمره چشمو بهم بدین، چون بهم گفت که یه کمی اون آستیگماتو تغییر کرده نسبت به عینکی که داری. گفتم میشه بهم بدین. تصمیم گرفته بودم که برام یه عینک جدید بخرم و کلا عملو بیخیال شم، انقدر که یعنی خورده بود تو ذوقم و فکر می‌کردم نمیتونم از پس این عمل پیارکی بر بیام. دیگه اینجوری شد که نمره چشمو گرفتم، ولی گفتم حالا بذار برم بالا توضیحات عملشون هم بشنوم ببینم چه جوریه و هزینه ها رو خب می‌خواستم بدونم دیگه، نمیدونستم قبل از اون که دقیقاً هزینه ها چقدر. هیچی، من نمره چشمو گرفتم، از اپتیمتریست رفتم طبقه بالا.
چند نفر دیگه هم با من اومده بودن که حالا اونا هم می‌خواستن نوبت عمل تعیین کنن و هر کدوممون به یه روش. برای همین خوشبختانه در مورد تمام هزینه‌ها میدونم، چون برای اونا توضیح داد، منم شنیدم و در مورد تمام روش‌هام خب توضیحاتش رو شنیدم. یه نفر از اونایی که با ما بود هم میتونست femtoLASIK انجام بده، هم اسمایل. یکی دیگه میتونست فقط PRK مثل من انجام بده و همین دیگه. اونا شروع کردن توضیح دادن. چند نفر دیگه هم بودن که اونا هم همینجوری اسمایل و اینا میتونست انجام بدن. فقط من و یه نفر دیگه فقط PRK میتونستیم انجام بدیم که حالا اون خانومی که اونجا قرار بود که برای ما توضیح بده ویدیو گذاشت اول در مورد هر روشی. اول از روش‌های پیشرفته‌شون شروع کرد که خب نه اول از PRK شروع کرد، به خاطر اینکه روش سنتی تری بود. PRK توضیح داد که من یعنی واقعا استرسم 1000 برابر شد وقتی این ویدیو رو دیدم. اینجوری بود که چشتو با این هولدر را نگه می‌دارن، یه ماده‌ای می‌ریزن روی چشمت و خود پزشک میاد اون قسمت روی قرنیه رو با یه وسیله فلزی میخراشونه، برمیداره و تو باید به یه نوری نگاه کنی، حالا سبز رنگ یا قرمز رنگ بستگی به دستگاه داره، نگاه کنی، ثابت چشتو تکون ندون مردمک چشتو و چند ثانیه به اون نور خیره بشی تا عملت انجام بشه و بعد از اون هم یه لنز پانسمان روی چشت قرار میگیره به خاطر اون لایه‌ای که خراشیده شده. که خب من اصلا یعنی دیگه هر چی میترسیدم باز ترسم بیشتر شد با دیدن عمل از نزدیک. عمل بعدی که برای توضیح داد femtoLASIK بود. femtoLASIK یه روشیه که از یه لایه تا جایی که من متوجه شدم، حالا اینکه دقیقش چجوریه واقعا نمیدونم، ولی چیزی که من از توضیحاتشون متوجه شدم اینجوری نیستش که مثل PRK بیان با دست یه لایه سطحی قرنیه رو بخراشونن. با دستگاه لیزر میان یه لایه عمیق‌تر رو به صورت دایره برمی‌دارن، لیزر رو میتابونن و دوباره اون سر جاش قرار میگیره. ولی چون حالا اون عمق بیشتره و خود چشم قرار میگیره، این لنز پانسمان نداره، سطحی نیست، نه دردی احساس میکنی به اون صورت، درد که داره کم ولی نه به اندازه PRK، همین که خب نقاهتش هم کمتر از PRK دیگه. عمل اسمایل همونطور که از اسمش معلومه یه برشی مثل خنده ایجاد میکنن که حالا اونم لیزر تابونده میشه و چیز میشه، ضعیفیشش کلا از بین میره. ولی خب تکنیک اسمایل چون این نیم دایره است، یعنی مثل همون اسمایل و کلش نیست، باز از femtoLASIK خیلی بهتر و راحت تره، نقاهتش کمتره. اینجوری که گفتم دوست من مثلا غروبش رفته بود خرید لباس، در این حد راحت. ولی اون سری که من رفته بودم یه روش جدید، روش که یه دستگاه جدید اومده بود براشون که بهش میگفتن اسمایل پرو. اسمایل پرو باز از همه اینا خفن‌تر بود، زمانش خیلی کوتاه‌تر بود انجامش، یعنی مثلا اگه اونا بعد 15 ثانیه به لیزر خیره بشی، این 5 ثانیه بود دیگه. چی و اینکه خیلی هم میگفتن ظریف‌تر و از این چیزا، یعنی کارش ظریف‌تره، ولی فکر نمی‌کنم توی نتیجه و توی مدل انجام کار با خود اسمایل معمولی فرقی داشته باشه، فقط هزینه‌اش خیلی بالاتر بود. حالا اگه بخوام به ترتیب هزینه رو بگم، اون موقع که من رفتم هزینه PRK گفتم 25 میلیون تومنه، هزینه femtoLASIK 30 میلیون و هزینه اسمایل 40، اسمایل پرو 60 میلیون. و خب اینا هم هزینه‌ای که در موردش گفتم بود. 1.8 هم که خب گفتم واسه همون معاینه‌ای که همه کارو انجام میدن و عکس و همه اینا با هم دیگه همون مبلغو میگیرن. بعدش میشه هزینه عمل که بعد همون روز عمل پرداخت بشه. برای من گفتن که بیا نوبت برات بذارم، گفتم نه، من واقعیتش خیلی مطمئن نیستم که بخوام انجام بدم، چون من به هوایی بودم که من قراره با تکنیک اسمایل عمل کنم و الان خیلی شوکه شدم با دیدن این ویدیو، هم خیلی استرسم بیشتر شده و با توجه به کامنت هایی که از بقیه خوندم و اینا دردناکه این روش. من فکر نمی‌کنم بخوام عمل کنم، فقط اومدم ببینم و اینا. ولی بازم شماره مستقیمتون رو به من بدین که اگر یه موقعی نظرم عوض شد بتونم باز دوباره مثلا وقت بگیرم با همین معایناتی که انجام دادم که گفتم باشه و اینا. ولی خودش همونجا توضیح داد که نه واقعا اینجوری که فکر می‌کنی نیست، اینا همه توی توضیح اینجوری. من گفتم من نمیتونم همکاری کنم، مثلا اینو براش توضیح دادم که من حتی موقع میکاپ هم پلک میزنم با اینکه پلکم بسته است، خیلی چشای ترسویی دارم، من از زیرش میترسم که نتونم همکاری کنم و اونجا مثلا بد بشه دیگه. بعد گفت نه اصلا اینجوری نیست، چشات بی‌حسه، با هولدر نگه میدارن، تو پلک قرار نیست بزنی. کلی توضیح داد، خیلی آرومم کرد، ولی بازم قانع نشدم دیگه. هیچی، با کلی ناراحتی برگشتیم که دیگه کلا بیخیال شدم عمل، ولی عینک نگرفتم. همونجا با یکی دیگه از دوستام که چندین سال پیشون عمل کرده بود صحبت کردم. اون عمل femto انجام داده بود، femtoLASIK،
بهش گفتم که مثلا البته اون دوستم که میگم باهاش صحبت کردم بعد از معاینه و اینا که خیلی ناراحت بودم، اون فکر میکنم حدود 10-12 سال پیش همین کلینیک نور اسفندیار عمل کرده بود، روش فمتولیزیک. اون موقع روش فمتولیزیک روش تازه بود تا جایی که یادمه. و خب اون خیلی راضی بود و همیشه اینو به من میگفتش که پگاه برو عمل کن، پشیمون نمیشی، زندگیت به قبل از عمل لیزیک چشات و بعدش تقسیم میشه، انقدر یعنی تفاوت ایجاد میشه. برای من خب به خاطر ترس و اینا قبول نمیکردم و فکر میکردم که خب من که بیرون که عینک نمیزنم، توی خونه میزنم، ولی این موضوع ندیدنه رو خیلی معیار قرار نمیدادم. دیگه اینجوری شد که اون با من صحبت کرد، گفتش که داییش همراه با خودش توی یه روز عمل کردن که داییش عمل PRK داشتش و اصلا این چیزی که تو فکر میکنی نیست. به من گفت اصلا ببین اون درسته که حالا 1-2 روز اول خیلی نیاز داشت که عینک بزنه، مثلا توی همه فضاها و تا چند روز حتی توی خونه مجبور بود عینک بزنه، ولی خیلی با من فرقی نداشت از نظر درد و اینکه خیلی هم راضیه الان، یعنی با اینکه 10-12 سال گذشته هنوز همون جوری چشش اوکیه، هیچ شکایتی حتی تو اون دوره نداشت، یعنی چیز غیر قابل تحملی نبود. خیلی با هم صحبت کرد که خب تحت تاثیر قرار گرفتم و وقتی برگشتم گرگان یکی از آشناهامونم اون مشهد انجام داده بود، همین عمل PRK رو انجام داده بود و اون به من گفت اصلا همچین چیزی که فکر میکنی نیست، برو انجام بده، پشیمون نمیشی و خیلی هم یعنی خوشحالی از اینکه انجامش دادی. هیچی دیگه اینجوری شد که ما تصمیم گرفتیم انجام بدیم. دارم اینا رو میگم که بفهمین ترس من در چه حد بود و سخت‌ترین روشی که فکر میکردم هم قرار بود انجام بدم. یعنی میخوام بگم که از من فکر نمی کنم توی این موضوع ترسوتر وجود داشته باشه. اگه من انجام دادم همتون میتونین انجام بدین. رفتم برای این چند ماه گذشته بود از این موضوع دیگه، تا همین الان روز 12 عمل منه. فعلا نمیتونم میکاپ کنم دور چشمو، ولی کم خب به صورتم در کل رسیدم، ولی دور چشم میکاپ نکردم چون به هر حال خطر عفونت هنوزم هست، قرنیه تازه جوش خورده، بهتر که رعایت کنیم. من روز عمل رو بهتون بگم که همین 12 روز پیش بود. برای روز عمل هیچ کار خاصی لازم نیست بکنین، فقط از 3 روز قبلش نباید هیچ میکاپی داشته باشین. باید این 3 روز روزی 2 بار صورتتون و چشماتون رو با شامپو بچه بشورین. بچه این خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما شاید مثلا یه روز قبل آرایش کرده باشین، صورتتون رو کامل شسته باشین، پاک شده باشه به نظرتون، ولی اینجوری نیست. اون یه مقدار چربی توی مژه هاتون ممکنه بمونه، روی پلکتون ممکنه بمونه که برای عملتون مشکل ایجاد کنه. یعنی خیلی عمل حساسیه و هر مدل عفونتی میتونه عملتون رو خراب کنه که اصلا خیلی هم مدار خراب کنه. پس اینو رعایت کنین، از 3 روز قبل 4 روز قبل اصلا آرایش نکنین، روزی 2 بار صورتتون رو بشورین. روز عملم اینجوری نیستش که نه ناشتایی داره نه آزمایش داره، هیچ کار خاصی نداره، انگار که داری میری مثلا آرایش کن ناخناتو درست کنی، یعنی در این حد همون کارا که روتین میکردی. اونجا که میرسی هزینه عمل رو پرداخت میکنی، داروها رو خودشون بهتون میدن، نیازی نیست برین داروخونه، ولی هزینه داروها رو ازتون میگیرن. حدود 2 میلیون هم هزینه داروها بود، یا عالم اشک بس اینا اضافه هم داری که حالا طول میکشه تمام شه و کلا داروها رو بهت میدن دیگه. میری توی اتاق عمل و اینا، برات همون اول منشی میاد چیز میکنه. برای هر کسی که اومده عمل، اونجا خیلی اومده بودن واسه عمل، اکثرشون اسمایل بودن، من PRK بودم بازم با یه نفر دیگه. توی چشمون بی‌حسی ریختن، حتی لباستون رو لازم نیست عوض کنین، فقط یه دونه کاور کفش میپوشین و یه کلاه. قطره بی‌حسی رو تو چشتون میریزن و اینکه نوبتی میرین اونجا. یعنی مثلا نفر اول که رفتش، البته اینو بهتون بگم که همزمان 6-7 نفر میتونن برن چون دستگاه زیاده، ولی منظورم اینه که مثلا اگه تو نشستی منتظری 2 دقیقه نمیشه که نفر اون قبلی تو تموم میشه و شما رو دوباره میفرستن تو، یعنی اینقدر کوتاه زمان عمل. هیچی، بی‌حس که شد، چند دقیقه وای میسی که بی‌حس بشه، بی‌حس که شدی میفرستنت توی اتاق عمل و میگن زیر دستگاه دراز بکشی. و من باورتون نمیشه که چه حجم از استرسی داشتم، یعنی اصلا میلرزیدم، با اینکه پروپرانول خودشون داده بودن قبلش خورده بودم، یعنی گفتن اگه استرس داری میتونی بخوری که من استقبال کردم، ولی بازم اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم چون دیدم عمل PRK قبلیمو که چشاش خیلی متورم و قرمز و اینا بود، بعد این لنز پانسمانی که روی چشش بود اول یکم کدر دیده میشد، اصلا خیلی حال بدی گرفته بودم موقع، یعنی کاش اون قبل من نبود و من نمیدیدمش چون ترسمو چند برابر کرده بود، در صورتی که اینقدرم ترس نداشت. و من اکثر اون اذیت‌هایی که برام پیش اومد به خاطر استرس زیادم بود، یعنی انقدر که منتظر یه اتفاق بد بودم باعث میشد که درد احساس کنم.
و خب من رفتم زیر اون دستگاه دراز کشیدم، دستگاهی که حالا برای PRK بود. هولدر رو اول توی چشم من قرار دادن، یه قطره ریختن و اینا و دکتر اومد بالای سرم و من متاسفانه انقدر که استرس و اینا داشتم و خب این حالت پلک زدن رو که آدم داره، درسته که بی‌حس شدی ولی دوست داری که پلک بزنی دیگه، چشت میطلبه که پلک بزنی. من هی میخواستم پلک بزنم و این هولدر چشم منو نگه داشته بود، مثلا هی فشار وارد میکردم و چشم درد میگرفت. یعنی این نه که خود چشم، یعنی این پلکم خیلی درد میگرفت به خاطر فشاری که ایجاد میکردم. هی اونجا داشتم یعنی دیگه با حالت گریه میگفتم درد میکنه. بعد دکتر گفت تو داری این دستگاه فلزیو با چشت فشار میدی، اون که دردش نمیگیره تو دردت میگیره دیگه، اون که فلزه دیگه. اینجا کم قانع شدم، یکم شلتر کردم و اینا. اونی که روی چشتو برمیداره دیدنش حس بدی داره، یعنی کامل میبینی که داره چیکار میکنه اما هیچ چیزی احساس نمیکنی. یعنی اینو میتونم بهتون بگم که این هولدر رو اگه تحمل کنین یه ذره روی پلکتون مثلا تازه بی‌حسینا یه ذره حسش میکنین، اونی که دکتر داره میخراشونه هیچ دردی نداره و بهتون میگه که به اون نور سبز رنگ خیره بشین و تکون ندین. به من گفت مثل مجسمه اینجوری مثلا خیره شو به اون نور سبز رنگ، که من از ترسم خیلی خوب خیره شدم. چند ثانیه نگاه کردم، درد باز هم نداشت ولی اون صدا، اون بوی سوختگی و کله پاچه‌ای که بلند شده بود حس بدی بهم داد، ولی نه هیچ دردی نداشتم. این چشم ها انجام داد، رفت سراغ اون یکی چشم، لنز پانسمان رو گذاشتن، هولر در آوردن و گفتن پاشو برو. یعنی حتی اینجوری نیستش که مثلا شما یه آمپول میزنین میگن یه 10 دقیقه دراز بکش که اگه سرگیجه نداشتی بلند شد. این همون موقع منو بلند کردن، یه قطره توی چشم ریختن، توضیح دادن در مورد داروها. قطره‌هاش این مدلی که یه دونه قطره مسکن دارین، هر 6 ساعت بعد استفاده کنید، فقط تا 24 ساعت. یعنی روز بعد که قراره برید معاینه، هر عملی که انجام بدین، چه اسمان، چه فمتو لیزیک، چه PRK، باید روز بعدش که فرداش میشه، فردا صبحش برین دکتر دوباره ببینه چشتون رو. و خب تا اون موقع این مسکنه رو استفاده میکنیم. بعد اون دیگه مسکن لازم نیست. داروهای دیگه هم یکی قطره بتازونیت بود، اون یکی هم یه قطره فکر میکنم آنتی بیوتیک بود و اشک مصنوعی و یه قطره دیگر رو باید تا 3 ماه استفاده بکنین. البته که فقط اشک مصنوعی که تغییر نمیکنه، اون بتازونیت مثلا من الان تا هفته دیگه من استفاده کنم تا چهارشنبه، از چهارشنبه بعد یه قطره جدید برام نوشته که البته اونم باز بسته به نظر دکترتونه. این دکتر من برام نوشت تا 3 ماه گفت استفاده کنم، اشک مصنوعی تا 3 ماه استفاده بکنم هر 2-3 ساعت یک بار. و اینکه توی فضای بیرون که آفتاب، چه آفتاب باشه چه نباشه، یعنی هوا ابری هم هست، به خاطر اشعه UV باید عینک آفتابی بزنین. اگر عمل PRK انجام میدین تا 6 ماه باید عینک بزنین. توی خونه همون یه هفته کافیه و دیگه بعدش نیاز نیست که عینک بزنین. تا 5 روز بعد از عمل بهتر که به گوشی نگاه نکنین. من تا 3 روز واقعا نگاه نکردم اصلا، ولی بعد از 3 روز متاسفانه کم نگاه کردم که حالا به خاطر اینکه اون 3 روز خیلی رعایت کرده بودم به نظرم مشکلی ایجاد نکرد. برای در آوردن پانسمان من چهارشنبه مثلا عمل کرده بودم، به من گفتم پنجشنبه هفته بعد بیا. اینم باز بسته به دکترتون داره. بعضی از پزشکا مثلا میگن که 4 روز بعد بیا، 5 روز بعد بیا. خب چکت میکنن، اگه قرنیت جوش خورده بود لنز پانسمان رو برمی‌داره. ولی دکتر من حدودا 8 روز بعد انگار دیگه 8 روز بعد گفت که بیا برای در آوردن لنز، که من ازشون پرسیدم فردای معاینه که رفتم. اولا که گفت خیلی عالی بود عمل تو، خیلی خوشحال کننده بود و گفتم که میتونم پانسمانمو برم گورگان در بیارم. گفت آره پیش متخصص چشم میتونی بری و لنز پانسمانتو در بیاری. و در مورد دردم بهتون بگم بچه‌ها، 2 روز اول من واقعا درد داشتم، اما نمیدونم که به خاطر مسکنا بود. یعنی من حالا هر 4-5 ساعت دیگه چون خیلی درد داشتم، هر 4-5 ساعت مثلا استامینوفن کدامی میخوردم یا ژلوفن میخوردم و اینا. من کل این 2 روز رو فقط برای ریختن قطره ها که بیدارم میکردن، قطره رو برام بریزم بیدار میشدم و میخوابیدم. نمیدونم حالا چرا، به خاطر اون چشمتی که خسته است یا به خاطر اون مسکنا. من خیلی شانس داشتم که این 2 روز رو خیلی خوابیدم ولی درد داشتم. یعنی میتونم اگه بخوام مثلا بگم نداشتم دروغه، ولی دردش غیر قابل تحمل نیست چون چشات بسته است، به نور حساسی خیلی فقط. و اینکه بعد نور به چشات نخوره توی اون 2 روز. مثلا یه نکته منفی که من داشتم، من توی بدترین موقع سال عمل کردم، یعنی گرمترین موقع سال. و خب وقتی که از کلینیک میای بیرون همون نوره که میخوره بهت و اینا کم اذیت کننده است.
ولی خب اینجوری نیستش که مثلا بهتون بگم که مثلا اگه تابستون عمل کنین مشکلی براتون پیش میاد، نه. ولی اگر کار میکنین بیرون، یعنی قراره که بیرون برین هی بعد از عملتون و اینا، بذارین توی زمستون عمل کنین که آفتاب حداقل کمتره، انقدر زیاد و مستقیم و اینا نیست. من نور یکم اذیتم کرد، یعنی همون موقع که همون 2 روزی که رفتم کلینیک و برگشتم خیلی آفتاب شدید بود و من یه جوری بودم که انگار نمیدیدم، یعنی اصلا نمیخواستم چشام باز کنم انقدر که درد داشتم. یعنی منو میگرفتن از دو طرف، منو میبردن تو ماشین سوار میکردن برمیگردوندن، هم که میترسیدم چشامو باز کنم، هم که واقعا نمیتونستم. 2 روز اول میگم بازم درد داشتم ولی با مسکن قابل کنترل بود. یعنی اینجوری بود که فقط بیدار میشدی، قطره آربرزی، یه ذره سوزش و اینا داشتی. سوزشش اینجوریه که انگار شن و ماسه توی چشته و تو خب کاری نمیتونی بکنی، یه همچین حالتیه. تا جایی که من میدونم هم عمل femtoLASIK اینجوریه، هم PRK. فکر میکنم اسمایل همچین حالتی نداره، اگرم داره در حد 2-3 ساعته، بعدش دیگه دردی نداری. در مورد عمل اسمایل و femtoLASIK، چون که ممکنه به شما اینو پیشنهاد بدم، بتونین اینو بگم که شما مثلا در مورد عمل اسمایل میتونین از شبش دیگه از گوشی و لپتاپ استفاده کنین طبق گفته خودشون. femtoLASIK میتونین از 2-3 روز بعدش استفاده کنین. توی عمل اسمایل شما فقط همون 1-2 روز اول لازمه که حتما عینک آفتابی بزنین، بعدش دیگه به خودتون بستگی داره. توی femtoLASIK ولی فکر میکنم که بعد تا 1-2 ماه بزنین بیرون از فضای خونه، توی خونه نیازی نیست. تنها عملی که تا 6 ماه حتما باید بیرون عینک آفتابی استفاده کنین، چون اگه این کار نکنین اشعه یووی ممکنه که باعث کدورت قرنیه بشه و ضعیفی چشم شما برگرده. همین عمل PRK. بقیه نقاهتشون خیلی کوتاه‌تره و اینکه من با توصیه میکنم که توی زمستون اگه انجام بدیم، من چون مجبور بودم و اگه مثلا الان انجام نمیدادم نمیتونستم دیگه بعداً انجام بدم، این تایم انجام دادم، وگرنه حتما میذاشتم برای زمستون که آفتاب کمتر اذیتم کنه. توی خونه‌تون میتونین اگه خیلی نور گیره اتاقتون میتونین با پلاستیک زباله روی شیشه بچسبونین و نورشو کم بکنین برای اون 2 روز اول، و روز سوم به طرز معجزه‌آسایی انگار دیگه فروکش میکنه، هیچ دردی احساس نمیکنین، اوکی همه چی. برای همینه که دلتون میخواد برین به گوشی نگاه کنین، برین مثلا این کارا بکنین که بهترین کار نکنین. تا روز قبلش که خب درد دارین مثلا خودتون نمیتونین، ولی بعدش دیگه درد خوب میشه، ولی باید رعایت کنین. هر چقدر که عملتون خوب انجام بشه، رعایت شما شرط برای خوب موندنش. رعایت اصلی اینه که حتما قطره‌هاتون رو سر تایم استفاده بکنین. قطره‌ها خیلی مهمه، مخصوصا اون آنتی بیوتیکه. اگر PRK انجام میدین قبل از اینکه اون لنز رو در بیارین، احتمال عفونت بالاست. منظم قطره‌هاتون رو استفاده بکنین، اشک مصنوعی رو استفاده بکنید. یه چیز دیگه هم این که بیرون حتما عینک استفاده بکنین. آرایش نکنین تا 2 هفته اطراف چشمتون رو، حداقل ورزش تا 2 هفته نباید بکنین، به خاطر اینکه حالا هم عرق ممکنه که به چشم فشار بیاره، همین که حالا کلا بهتره که این کار نکنین. و موضوع دیگه چی دیگه بعد بهتون بگم در موردش؟ یکی در مورد لنز من خیلی سوال داشتم ولی هیچ جا پیدا نکردم. همه میگفتن که یه هفته بعد میری لنز رو در میاری و اوکی همه چی تموم میشه. من همش سوالم این بود که آیا در آوردن این لنز درد داره یا نه؟ اگه من چشمو باز نگه ندارم چی؟ اینو من حالا بهتون میگم. برای در آوردن لنز گفتم که من همین گرگان رفتم پیش دکتر گلعلی پور که خیلی خانم دکتر خوبی بودن. البته 2 برابر ویزیت رو گرفتن چون من کارمو پیش دکتر دیگه انجام داده بودم برای در آوردن این لنز ها. و اینکه لنز اینجوری بود که منشیشون خیلی دیر توی چشم من بی‌حسی ریخت. من نمیدونستم مثلا بی‌حسیه، ولی بعدش فهمیدم که قطره بی‌حسی بود. یعنی اینی که ریخت بهم گفت برو توی مطب، یعنی برو پیش دکتر، که اصلا کار درستی نبود. بعد حداقل 10 دقیقه قبل این قطره بی‌حسی رو میریخت توی چشم من. دیگه رفتم اونجا، چشم هنوز کاملا حس داشت و من چون خیلی چشای ترسویی دارم هی پرک میزدم، ولی خب خوشبختانه دیگه درش آورد. روز اولی که لنزامو در آوردم یه کمی سوزش داشتم، مخصوصا چشم راستم یه ذره میسوخت، ولی اون در حد همون نصف روز بود، یه روزم نه نصف روز، و بعدش خوب شد. بهم گفتن که عملت خیلی خوب بوده، قرنیت کامل جوش خورده، هیچ مدل عفونتی نیست توی چشمت و این خیلی عالیه. فقط این که چون قرنیه تازه شکل گرفته روی چشمت، اون سطح رویی که خراشیده شده بود تازه شکل گرفته، بهتر که فعلا رعایت کنی. من که شنبه رفته بودم بهم گفت از یه هفته دیگه میتونی آرایش کنی، میتونی ورزش کنی. و در مورد لیفت موج ازش پرسیدم، گفت اونو بهتره که از 3 هفته بعد از عمل انجام بدی، چون به هر حال مواد شیمیایی و اینا. ولی خب من میذارم 1 ماه بگذره بعد انجام بدم. اکستنشن و کاشته موج هم به همین صورت، جفتش 1 ماه بعد بهتره که انجام بشه.
و البته گفتن که اکستنشن رو میتونین از 1 ماه بعد انجام بدین، کاشت موقت موژه از 2 هفته بعد. این طبق چیزایی که خود کلینیک به من گفته بود. در مورد البته عمل femtoLASIK و femtoSmile، در مورد عمل من فکر می‌کنم همون 1 ماه بعد صبر کنین. و فعالیت روزانه‌تون یه کمی حالا به مشکل میخوره تا 1 هفته، به هر حال یکم حساسیت به نور دارین، بهتره که استراحت کنین. کلا اون استراحت خیلی به نقاهت بهتر کمک میکنه. اگر PRK انجام دارین تا 1 هفته سعی کنین هر کاری دارین کنسل کنین. یه سری گفته بودن که بعدش چجوریه، میتونی خودت کاراتو انجام بدی. ببینیم در مورد اون 2 تا عمل دیگه مثل femtoLASIK و femtoSmile تا 1 روز نیاز دارین که یکی مراقبت کنه ازتون و حالا کاراتون انجام بده. ولی در مورد PRK شما تا 5 روز نباید کاری اصلا بکنین، باید یکی مراقبت کنه. مثلا اگه بچه دارین بعد نگه داره بچه‌تون، چون شما حوصله خیلی ندارین، درد دارین، مخصوصا 2 روز اول. آشپزی نباید بکنین چون گرما اصلا واسهتون خوب نیست. و اگر قصد بارداری دارین تا 6 ماه قبلش باید این کار رو انجام بدین، یعنی 6 ماه بعد اقدام کنین برای بارداری. درسته که ربطی ندارن به هم دیگه، این چشه خب چرا بارداری داره، ولی به هر حال عمل حذف اگه استرسور حساب میشه، هورموناتون رو مختل میکنه و برای بارداری ممکنه که کیفیت تخمکتون بیاره پایین. و اینکه برای بعد از زایمانتون هم بهتره که تا 6 ماه این کار نکنین. 6 ماه بعد از زایمانتون میتونین باز عمل حذف عینک رو انجام بدین، یعنی هیچ مشکلی نیست. اون 6 ماه هم به خاطر اینکه اگه به بچه شیر میدین باز یه استرسور حساب میشه، بهتره که این کار نکنین. و اینکه خب بچه‌تون نیاز مراقبت بیشتری داره تو این تایم. 6 ماه بعدش میتونین عمل کنین، هر نوع عملی که بخواین هیچ فرقی نمیکنه. دکتر به من گفتش که، یعنی من توی ویدیوهایی که توی پیجشون گذاشتن دیده بودم، گفتش که شما تا 1 ساله که یه آدم عمل کرده حساب میشین، یعنی کسی که چشاش ضعیف بوده عمل کرده از نظر ساختاری که توی چشمتونه. از 1 سال بعد شما با یه آدم عادی که هیچ وقت چشاش ضعیف نبوده هیچ فرقی نداریم. من اینو میخوام بهتون بگم که بدونین هیچ ضرری نداره انجام این عمل و اینکه شما رو راحت میکنه. من الان درسته که چشام خیلی ضعیف نبودن از نظر نمره‌ای، ولی اصلا انقدر دیدم توی همین چند روز بهتر شده که باورتون نمیشه. در صورتی که عمل PRK تا 6 ماه ممکنه که زمان ببره دید کامل بشه، برعکس femtoLASIK و femtoSmile که حالا همون لحظه شما دیدتون کامله. توی PRK اینجوری نیست، ممکنه که تا 6 ماه زمان ببره، حالا 1 ماه 2 ماه. ولی همین الان که خب خیلی بهتر شده واقعا راضیم، خیلی خوشحالم که این کار انجام دادم. اصلا تمرکزم زیاد شده. این خیلی عجیبه واسم که اینجوریه، یعنی خیلی میتونم به همه اطرافم تمرکز کنم، سری سردرد نمیگیرم با یکم دقت کردم به یه چیزی. من قبلا عینکم که میزدم باز سردرد میگرفتم وقتی مثلا یه فیلمی میدیدم یا مثلا ساعت‌های طولانی درس میخوندم. الان اینجوریه که مثلا هر کاری که میکنم، مثلا فیلمم رو شروع کردم خیلی وقت دارم میبینم و اینا، اصلا مشکلی برام پیش نمیاد، نه چشم خسته میشه نه سردرد میگیرم و اینکه خیلی راضیم. خوشحالم که به حرف بقیه گوش کردم و انجام دادم و باز هم بهتون میگم اگر من انجام دادم مشکلی نداشتم، همتون میتونین انجام بدین. و دیگه فکر میکنم همه چیزو گفتم، خیلی هم صحبت کردم، ولی اگر بازم سوالی براتون مونده حتما بپرسین که بهتون بگم. خیلی خوشم اومد از ویدیو یوتیوب، احتمالا از این بعد اینجا خیلی فعال باشم. البته اگه شما خوشتون بیاد، خیلی دوستتون دارم. بوس به سر کلتون.